اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس من میخوام برای شما درباره سجده تلاوت برای شما بفهمم. خب حکم سجده تلاوت سنت است. در روایت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه آمدگی است که وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آیه سجده تلاوت را میخوندند سجده میکردند و همه ما سجده میکردیم. و بر روایت زید ابن ثابت رضی الله عنه آمدگی است که در محضر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قرآن تلاوت میکردم و آیه سجده تلاوت را خوندن سجده نکردند و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم سجده نکردند. و حکم شرعی این است که یعنی ما اگر سجده تلاوت را انجام دهیم یعنی بهتر است، اولاتر است. اما اگر انجام ندادیم اون گناهکار نمیشیم و ختم و قرائت ما چی است؟ درست است. خب و اگر قاری کسی که آیت سجده تلاوت را بخواند، اگر سجده تلاوت را انجام دهد، اون وقت مستمع یعنی کسی که بشنود، شنونده هم باید سجده تلاوت را انجام دهد. اما اگر قاری وقتی که سجده تلاوت را انجام خواند مقصد و سجده تلاوت را انجام نداد، اون وقت مستمع هم سجده تلاوت را انجام نمیدهد. دیدن که برای روایت زید ابن ثابت رضی الله عنه ما مقصد که زید ابن ثابت رضی الله عنه مقصد آیه سجده تلاوت را خواندند انجام ندادند و پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم هم انجام ندادند. یعنی شرط همین است که قاری که خواند، اگر خود قاری سجده را انجام داد، مستمع شنونده هم انجام میداد. اما اگر قاری انجام نداد، اون وقت مستمع یعنی شنونده هم انجام نمیداد. خب و الان من برای شما شکلش را نشان میدم که به چه شکل سجده تلاوت انجام میشود. در اینجا نگاه کنید، وقتی ما سجده تلاوت را بخوایم انجام دهیم، اون وقت به همین شکل راست میایستیم، یعنی قیام هم راست میایستیم. خب و وقتی که راست ایستادیم الله اکبر میگیم، راستن به سجده میریم. راستن به سجده رفتیم 3 بار سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى الله اکبر میگیم، خلاص یعنی سرمون را از سجده میوردونیم. به الله اکبر گفتیم سر از سجده میوردونیم، به همین سجده تلاوت ادا میشد و انجام میشد. الان من برای شما از همین نشان میدیم. انا همینم شکل انجام دادن سجده تلاوت. و در نماز ما مقصد چخیل این رو انجام میدیم. مثال سجده تلاوت در 14 آیتی مقصد در قرآن کریم در 14 آیت آمدگی است سجده تلاوت. و اگر در بعضی آیات ها است که مثال در آخر سوره است، بعضی آیات ها در بین، مثال در آخر نیست. پس در اینجا مثال ما در وقت نماز مثال ما یک صحیفه میخوایم بخونیم، مثال نماز بامداد. در نماز بامداد ما میخوایم که یک صحیفه رو در رکعت اول بخونیم. پس در همون صحیفه در بین همون صحیفه آیت سجده تلاوت وجود دارد. در اون حالت ما وقتی که در آیت سجده تلاوت رسیدیم، ما مقصد نمیخوایم که قرائت رو به آن چیکار کنیم؟ به اتمام رسانیم و مقصد رکعت رو به همین ختم کنیم و دوم رکعت رو شروع کنیم. پس در این حالت چیکار میکنیم؟ در آیت سجده تلاوت که رسیدیم، همین خیل الله اکبر میگیم، راستن سجده میریم 3 بار سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى میگیم، بعدا الله اکبر میگیم، راستن میستیم باز قیام و شکل اول و بعدا چیکار میکنیم؟ قرائت رو دوام میدیم و وقتی قرائت رو که دوام دادیم خلاص کردیم، بعدا چیکار میکنیم؟ رکوع میریم و سجده میکنیم. خب این حالتی است که وقتی که ما نخواهیم در آیت سجده تلاوت مقصد قرائت رو در اون رکعت مقصد ختم کنیم یا بس کنیم. و اگر ما بخوایم در مثال یک سوره را میخونیم که مقصد در اونجا در آخرش
یا اگر در بین هم اگر باشد، مقصد ما بخوایم که در همون آیات سجده تلاوت چیکار کنیم؟ ما وقف کنیم، یعنی وقف با مقصدی که قرائت در اون رکعت رو ختم کنیم و به رکوع رویم. در اون حالت ما سجده نمیکنیم، یعنی وقتی که ما همون قرائت رو خلاص کردیم در همون آیات سجده تلاوت، وقتی که الله اکبر میگیم ما رکوع میرویم. یعنی وقتی که رکوع رفتیم چی میگیم؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پس با همون رکوع کردن ما سجده تلاوت ادا می شود. فهمیدین؟ اگر نخواهیم در آیات سجده تلاوت ما قرائت رو در اون رکعت ختم کنیم، پس باید سجده کنیم، بعدا الله اکبر گفت، مقصد الله اکبر گفته سجده کنیم، سبر سبحان ربی الاعلی میگیم، بعدا الله اکبر میگیم، باز به حالت اولی یعنی قیام راست میستیم و قرائت رو دوام میدیم. اما اگر خواستیم در همون آیات سجده تلاوت قرائت رو در اون رکعت ختم کنیم، پس چیکار میکنیم؟ الله اکبر یعنی در رکوع که رفتیم، همون رکوع با همون رکوع کردن یعنی سجده تلاوت ادا میشد. این بود مقصد برای سجده تلاوت و حکمش سنت. اگر انجام دیم یعنی بهتر است و اولاتر است، اگر انجام ندیم ان شاء الله گناهگار نمیشیم. و اگر قاری که این را خواند انجام نداد، مستمع شنونده هم انجام نمیداد، اما اگر انجام داد قاری، پس شنونده هم انجام میدهد. والله اعلم بالصواب. ان شاء الله میدونم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیر و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.